بگو من دستی و علما امیر ثابت کنی که رسول الله امیر رقم دستار بالا کنه. پیغمبر دستار کف دست طرف قبله کردن، گشتار راست کرده، خیلی با هم گشاده نه، با هم چسبیده نه، در حالت عادی، تا سینه را، تا شانه را، تا زیر گوش، تا سر گوش، تا اینجا در نرمی گوش چسبانده در کجا آمده؟ بله امام ابو حنیفه رحمه الله گفته ما عمل رسول الله را تعقیب کنم یا گفتار امام ابو حنیفه رحمه الله؟ تشریح نماز رسول الله میکنه امام ابو حنیفه رحمه الله میکنه، لیکن ما در بازار کتاب میخریم نماز حنفی. چرا نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشه؟ نماز محمدی نباشه؟ تو رسول الله را قبول داری؟ رسول الله را قبول داری؟ با کدام پیغمبر تو تابعدار هستی؟ با الله قسم ای علما باز براتون میگم، این ملت در این تاریکی شما گذاشته که امروز صراحتا از